سلام بر ورزش دوستان و عاشقان فوتبال. کاربران عزیز سیچ اسپورت در خدمت شما هستیم با 18مین برنامه از حدس جام. همین الان اپلیکیشن چارک اسپورت رو دانلود کنید و برید برای پیشبینی نتایج مسابقات. شاید برنده بعدی ما شما باشید. اسپانسر این برنامه صنایع MDF تنزاده با مدیریت آقای یوسف تنزاده. و اما بازی فرانسه، یکی از مدعیان قهرمانی در مقابل تیم خوب سوئد، با نتیجه قاطع 3-0 فرانسه موفق شد حریفش رو پشت سر بذاره و به مرحله 1/8 گام بذاره و 7 نفر از کاربران عزیز سیچ اسپورت نتیجه دقیق 3-0 رو حدس زدن. آقایان علی رستمی پور، محمد زاره، ابراهیم دربان، کاربری با عنوان الله اکبر، حسین میریزاده، منصور تنزاده و عبدالله یوسفی. حالا بریم برای قرعه کشی از بین این 6-7 نفری که نتیجه رو دقیق حدس زدن. برنده بازی بین فرانسه و سوئد آقای منصور تنزاده. و اما بازی بعدی مکزیک، یکی دیگر از میزبانان جام جهانی، در مقابل اکوادور. مکزیک موفق شد با 2 گل حریفش رو شکست بده و به مرحله 1/8 راه پیدا کنه. 5 نفر از کاربران عزیز تونستن نتیجه 2-0 رو دقیق حدس بزنن. آقایان علی رستمی پور، محمد زاره، جواد ترک، عادل زاری و احمد عبدالله پور. حالا بریم برای قرعه کشی. برنده پیشبینی بازی مکزیک اکوادور آقای احمد عبدالله پور. و اما بریم به سراغ بازی انگلیس و کنگو. انگلیس هم که یکی دیگر از شانس‌های قهرمانیه، امشب تونست با نتیجه 2-1 حریفش رو شکست بده و به مرحله 1/8 راه پیدا کنه. اینجا دیگه تعداد زیادی از کاربران عزیز سیچ اسپورت تونستن نتیجه 2-1 رو دقیق حدس بزنن. آقایان محمد تابش، ابراهیم احمدی، علی رستمی پور، یوسف زبرجد، محمد صداقت، ولید آهنینجان، سید علی زارعی، عبدالله کندرانی، یوسف زاره، حسین میریزاده، سرکار خانم ملیسا نجاتی، آیه شهاب قایدی، عبدالرحمن قایدی پور و حبیب الله قادری. و اما بریم برای قرعه کشی این بازی، ببینیم شانس با کی یار میشه. خب شما میتونید در قسمت پخش زنده مسابقات رو از طریق سیچ اسپورت دنبال کنید، چرا که از شبکه‌های معتبر پخش میشه با کیفیت عالی، هم صدا هم تصویر، و لذت ببرین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، در پناه حق باشین.